بله. بله سلام علیکم سلام. چرا بخیر خوب هستی؟ ساعتت خوب؟ بخیر. مشنوی؟ مشنوم. نامه که چیست؟ اولی مالی جان خوش آمدی. مشنوم، بفرما عزیز دل. مشنوی؟ مشنوم. در لایف آمدم از لایفت بس چه شدم فهمیدی میالم در لایف هستم، واسه صدای تو مردم مشنوم. بفرما. مشنوم. جور خواستی باز همی چی هست که چی را چی گپای چی هست که شماش هر روز همی کامپارسی همی چیزا را گپای شروع میباشی کدامش کام پرستی است؟ همین کام پرستی رو به من نشان بده. در کجایش گفتیم فهمیدی؟ همی بتر نمیخورم حالا چیش به درد نمیخوره، چیش به درد نمیخوره. بانم سر من ظلم کرده بری. از ما بشنو تو چی هستی از افغانستان هستی نه از افغانستان هستم. بله ها. افغان خواستی نه چی؟ یا دیگه چیزه چی؟ افغان هستی یا نه دیگه من چیزه تاجیک هستم. تاجیک. تو که مثال در اروپا کی هستی به نام افغان نه به نام افغانستانی. به نام افغانستانی. در پاسپورت نوشته است افغانستان. افغان با نه کلمه هیچ یاد نمیشه به نام. از بشنو به نام افغان یاد هستی خود تو بگی همی افغان برای من تعریف کو گمش کمی افغان چی معنا میته. خود تو برای من افغان تعریف کو گمش که کلمه خراب تی باسا کنه شده. خو اگر باز میخواستی در لایفای گذاشتیم برو بی باسا را گوش میکنی میفهمی که ملامت کی سلام. تو همی صرف همی کلمه افغانه که سرت موندی افتخار میکنی چی معنا میته. تو تاجیک هستی به اروپا که بری تو به نام تاجیک یاد نمیکنه به نام افغانستان یادم میکنه. تو همی افغان برای من تعریف کو. افغان چی معنا میته. افغان چی معنا میته. تو چی مثال می افغانستان یکی هستی نیست که ولا همی افغان. حالا تو افغان تعریف معنایش یاد داری یا نه؟ از بشنو مانای افغان یاد داری یا نه؟ برو خداحافظ دیگه. مانای افغان یاد داری؟ افغان چی مانا میده؟ افغان چی مانا میده؟ ایره برام بگو. از تو چی بشنوم؟ من زیاد از شما شنیم. افغان مانا کو. ما جوابت میدم بته. تو امیال که در اروپا هستی به نام افغان یاد میشه نمیشم افغان از با کدام اسناد مر افغانیت میکنی؟ یک دقیقه صبر کو. یک دقیقه گپ گوش کو. حالا قوم پرستی تو داری مرا بازور فهمیدی هویت ما میگیری هویت خودم میچسبونی. گپ گوش که امی افغان در کجا آمده از روی چیم افغان قبول کنم. معلومات نداری جان کوکاش. برو وقتا که خوش دلای بیا گوش که ما برات جواب بتم. او بدبخت افغان در قانون اساسی آمده در ماده 2. خب اگر به قانون اساسی احترام داری خب به کل قانون اساسی احترام کن. وقتی که میگم تو فهمیدی اما چون مسعود قهرمان ملی خیزک میزنی میگی قانون اساسی را امریکا جور کرده. وقتی که اینجا باز در منافع خودتون میخوامی افغان اگر خوب است یا تعریف خوب داره خب بریم با شما با سلامت. تو از اونم افغانای چیز که از اونم افغانای راجور هستی چی فراد ولیزاده. تو از اونم هستی که سر یک بیچاره دیگر مسلمان ساخته رفت ویدیو از رو کشیده. یادتون است؟ حالا بیا حالا جف نه بیا. خب حالا کیره میگه بچه تو داو نزن لوده نشو. بیا اینجا جواب مرا بده. حالا شما که قدر افغانیت میگه افغانیت چی معنا میته؟ افغانیت انتحاری معنا میته یا انسانیت؟ افغان کی مونده تاریخش معلومات نداری. یعنی من قشنیدی افغان موج افغانیو افغانیت غوړي اسلامیت غوړي. یکی تو نگفته موش انسانیت غوړي و اسلامیت غوړي. کل تا نمیشه لاستی افغانیت غوړي و اسلامیت غوړي. در اسلامیت هم چیز نمونده. شما نام اسلام هم بد کرده. دیگه این شماره هم دیگه تا کدام معلومات داره بگید. شماره زنگ دی بیا جواب مرا بده. او خو نتونست. او خو نمیتونه. ولی اگه بتونم چرا قدر بد میبره از حقیقت ها. این جوابشان زنگ نمیته. در این واتساپ زنگ دی زنگتون میزنم. جواب میتم زنگتونه. کتم با ثبوت کب میزنه ثبوت برتا میتم. نه جفنگ نخونی دیگه. وقت مردم ضایع نکنه. بیای رو به حقیقت بیاره. رو به عدالت و بیادری بیاره که تون همدست شیم هم صدا شیم. تا کی میگری از این شاخ دو شاخ از شاخ دو شاخ.
روی تانه خدا ببین حال تکنولوژی سال دنیاست، مردم مشاور شده، در چش مردم خاک زدن نمیتونه، هیچ کدامتان خاک زدن نمیتونه، نه تاجیک نه پشتون نه هزاره نه ازبک. خب بیا حقیقت ها را بگویی که ما خوشیم بگیم والله نمید چه خوب یک آدم است. اگه 3 تا از مرا ملامت کردی 1 تا از خودم ملامت کو. میای فهمید ناق مردم جوانای تو نفهمید برادری بیچاره و جوان نه مکتب خونده نه دیگه خونده نه چیز را میفهمه ناق در دانشگاه میری نه تو بود این تو بود. وقتی که ثبوت میگن تا اسناد میگن نافتان میره. افغان هستم، از افغان خبر نداره کیه کی بود اینا ما کی سرش ماند. تو مانای پاسپورت تذکره رو نمیفهمی، تذکره در کجا بدر میخوره، پاسپورت در کجا بدر، همیشه لحظه بیا افغان شو. خب بیا حالا من آدم طول چقدر سال افغان بودم، پدرای ما به نام افغان کشته شده و سرزمین مرد، بدر بابا کلانم چی شد.